یه روز از پدرم پرسیدم فرق بین عشق و ازدواج چیه؟ یه کتاب قدیمی آورد و به من گفت این مال توه. با تعجب گفتم بابا این خیلی قدیمیه، دمت گرم. تشکر کردم و با اینکه خیلی ذوق داشتم کتابو یه جای دنج گذاشتم تا سر فرصت بخونم. چند روز بعد یه مجله آورد. یه نگاه کردم دیدم عکس مدل ماشینای 2023 رو چاپ کرده. به نظرم جالب اومد. پدرم گفت این مجله رو میز کارم بود، نمیدونم واسه من آوردن یا مال کسی بود، جا مونده، اگه میخوای ببین باید ببرمش. منم با عجله شروع کردم به خوندنش که مبادا فرصت رو از دست بدم. تو همین گیرودار پدرم یه لبخندی زد و گفت حالا فهمیدی فرق عشق و ازدواج چیه؟ واسه عشق همه کاری میکنی تا تمام محبت و احساست رو صرف شخصی کنی که شاید سهم تو نباشه، اما ازدواج کتاب با Likey